فیلم فرار از ورژن کال آف دیوتی. این فیلم داستان 2 نفر رو روایت میکنه که از یک خونه دزدی میکنن و به خاطر همین و به خاطر این جرم به زندان و این 2 نفر سعی میکنن، تلاش میکنن و نقشه میکشن تا از این زندان فرار کنن. خودشونم میدونن که این کار نشدنه نیه، چون هیچ کس نتونست از اون زندان فرار کنه. واقعا خیلی سخت. شنبه 1 شهریور ماه ساعت 20 به وقت تهران این فیلم در کانال لژند آف آرا آپلود خواهد شد. این کانال رو ساب کنید تا از این فیلم رو از دست ندهید. به کارگردانی آراد دیناروند و رضا شاه. با